همش تقصیر من بود. نباید باشی تا می اومدم اینجا. الان نمیدونم باید چی کار کنم. پالاک تصمیم داشت بره بمبئی، من نذاشتم. روحیت اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ ببین آقا، آروم برو، بذار اون ماشینه به ما برسه. باشه عالی. خب ماشینه بهمون رسید. یالا سری برو، سری برو، راست برو، راست. شاید به همون زنگ بزنم. اون موقع میگی ما راهو گم کردیم و یهو ماشینشونو گم کردیم. آره اگه بفهمن داریم دروغ میگیم چی؟ نمیفهمن. هر جور دوست دارن فکر کنن، مهم اینه که به بچه‌ها برسیم. درسته، چون نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مراقبش. اون حادثه خیلی رو تأثیر گذاشته، واسه همین تصمیم گرفتی دکتر بشی، درسته؟ خواهر برادر تو دوست داری مگه نه؟ درسته. خوبه. وقتی داروی اشتباهی به برادرم دادیم کل شب و گریه کردم. روز بعد معلممون پرسید کدوم پیشرفت علمی بیشتر خوشحالتون میکنه. داریم مردم رو به ماه میفرستیم ولی نمیتونیم زندگی یه بچه رو نجات بدیم. فهمیدم که این بحث بیفایده است، به خاطر همین پزشکی رو انتخاب کردم. خیلی خوبه. دختر قوی هستی. تو لطف داری. من هر روز مریضای زیادی میبینم که خیلی درد دارن و شاهد بهبودی و مرگ اونا هستم، ولی من همیشه نگران خانواده‌ام، چون شاهد مرگ تنها پسرشون بودن و نمیدونم اگه اتفاقی واسه من بیفته چه بلایی سر پدر و مادر من میاد. خیلی نگرانم. اتفاقی نمیفته. نمیذارم کسی اذیتت کنه. سانچی؟ خبر جدیدی از ریتویک هست؟ نه مامان بزرگ، فعلا که خبری نیستش، ولی آقای بیور داره زنگ میزنه به همه و داستان تعریف میکنه. چرا؟ چی شده؟ برای که پلیس رو گول بزنه؟ اصلا باور کردنی مامان بزرگ، واقعیت اینه که از بچگی گنده کردن چیزا رو دوست داره. ریتویک و روحیت بچه نیستن، برمیگردن. چایی که راجبش بهمون گفته بود کجاست؟ اینجا که چیزی نیست. گفت مستقیم برو. خیلی وقت داریم راه میریم. من مسیر گم کردم. همه جا مثل همه. میدونی چیه؟ بیا برگردیم. زود باشید بیا بریم. کجا؟ نامزد تو گرفتن. یادت رفته؟ نه ولی وقتمون داره بیخودی هدر میره. هرچی دیرتر به اونا برسیم زندگی پالاک و شیتا بیشتر تو خطر میافته. برای همین باید برگردیم و به پلیس خبر بدیم. زود باش. بیا بریم. زود. وقت زیادی گذشته. فکر کردم میترسن ولی انگار براشون مهم نیست. تلفنشون هم نمیگیره. فکر کنم یادشون رفته دختر اینجا. بیا آقای ماهیدر. این دختر خیلی حرف میزنه و داره اذیتم میکنه. خواهش میکنم بفهم. پالاک اصلا حالش خوب نیست، به دکتر احتیاج داره. خواهش میکنم اینو بفهمید. باور کنید. خواهش میکنم نمیتونید بذارید ببینه. لطفاً منتظر چی؟ خفش کن. از اینجا ببرشون دهنشو ببر. روی یه لحظه صبر کن. تو خوب فکراتو کردی؟ ببین ما تا بخوایم به پلیس خبر بدیم و اونا اینجا برسن ماهیندر سینگ ممکنه آسیبی بهشون بزنه. این کار خیلی زمان بره. میتونی این ریسک رو قبول بکنی؟ خوب فکراتو بکن. خب پس چی کار میتونیم کنیم؟ ها؟ ما پیداشون نکردیم. ممکنه شیتا برای تو مهم نباشه ولی پالاک برای من مهمه. منظورم اینه که روی زندگی هیچ کدومشون نمیتونم ریسک کنم. میفهمی؟ ما تا اینجا اومدیم، باقی راه هم میریم. تو هم شنیدی؟ چی؟ این صدا رو. قورباغه است. ریتویک تو چیت شده؟ مگه ما اومدیم گردش؟ باید دخترها رو پیدا کنیم. ماهیندر بهمون چی گفت؟ کنار چاه و قورباغه. منظورم اینه که قورباغه کجا زندگی میکنه؟ کنار چاه. واسه همین مسخره بازی رو ول کنه، بذار یکم بشنوم. بیا. پس داریم میرسیم. اگه اتفاقی برای دوستم بیفته پشیمون میشید. دهنتو ببند. اگه منتظر پولا نبودم الان طورم مثل دوستت میکشتم. پس عاقل باش صداتو نشنوم. خودتو مرد فرض کردی چون دو دختر رو دزدیدی. برو کنار ولم کن ببینم. خیلی پر روی، انگار باید زبونتو ببرم. میخوای مردونگی ببینی؟ الان بهتون نشون میدم. یه کار میکنم پشیمون بشید. زود ببرش. دهنشو ببند. خواهش میکنم حالا نجات بدین. اون حالش بده. التماس میکنم ازتون خواهش. مراقب باش. اینهاش. اینجا آنتن میده. بهش زنگ بزن. ولم کن.
ولم کن کاری که داری میکنی واقعا ببینم بیا برو تو چه حرف پالک لطفا بلند شو پالک بلند شو پالک لطفا من بدون تو نمیتونم کاری کنم بریم تو ماشین بریم تو بهمون بگید از ما چی میخواید خواهش میکنم ولمون کنید بذارید بریم ما که کاری نکردیم خواهش میکنم آقا از ما چی میخواید کیو برام آوردی؟ چی شده آقا؟ محمول پولدارا رو ول کردی اینا رو برام آوردی؟ آقا قطعا باید اینا رو می آوردم چون یکیشون نامزدشه اون یکیشون هم این یکی رو دوست داره و قطعا همه کار میکنن تا برشون گردونن پیش خودشون درسته آقا؟ خواهش میکنم به حرف من گوش بدید آقا از دزدیدن این دختر هیچی به دست نمیارید چون منم که پول دارم این خانواده‌اش خیلی فقیرن مطمئن باشید هیچ کدومتون رو ول نمی‌کنیم یالا ببرش این اصلا به دردتون نمیخوره زود باش دهنتو ببند خواهش میکنم تو ببند کجا میبرید بذارید ما بریم خواهش میکنم به حال خودمون برمون بهشون زنگ بزن نه خواهش میکنم به خونوادم زنگ نزنید خواهش میکنم موبایلمو پس بدید لطفا بهشون زنگ نزنید به خونوادم زنگ نزنید پالک به نظرت ما الان کجاییم؟ خواهش میکنم منو ببخش. چرا این کارو کردی پالک؟ من فکر نمیکردم که بگیرنت. فکر میکردم اگه بهشون بگم پول دارم ولت میکنن میذارن بری. این حرفا چیه؟ الان به خاطر این حرفات فکر میکنن که پول داری و به خانواده‌ات زنگ میزنن. طلب پول میکنم. این دروغ گفتم پول دارم. مشکل نقشت تموم شد احمقون داره بهت دروغ میگه بیا ببینم خفش شو اینجا دخالت نکن خفش شو آروم باش ولش کنید دوستمو بکنید پالک نشونت میدم برو با بچه ها حرف بزن ببینم آقا پاشه آقا تلفن چیه بچه ها انگار رسیدین خب سر جاتون بایستید الان میان دنبالتون باشه بازی با همون نکنید چون یکی از عشقاتون تلاششو کرد و پشیمون شد چی؟ منظورت چیه؟ یکیشون بیهوش شده چی؟ پالاک خوبه؟ یعنی تو چی کار کردی؟ میخوام بدونم الو چی شده؟ رویت ببین من نفهمیدم ولی چرا داره میگه یکیشونو پشیمون کردم ببین اگه واقعا اون پالاکو اذیت کرده من نمیبخشمش من یعنی چی که پشیمونش کرده منظورش از این حرفایی که بهم گفت چیه ببین نگران نباش اتفاقی برای پالاک نمیفته پالاک بیدار شدی تو حالت خوبه تو خوبی ببین من نمیتونم دستمو باز کنم پالاک
حفظش کردی؟ سعی کن کمکم کنی. پالاک سعی کن قوی باشی باشه. یالا ببین میتونی تنو باز کنی. یالا غذا رو بیار. غذا حاضره. چی شده؟ برای چی اومدی اینجا؟ سری بگو. یه خبر خیلی مهمی هست و باید بدونید. آقا یادتونه وقتی ماه پیش فرستنده رو از پلیس دزدیدیم الان یه خبر اومده که 3 نفر گم شدن و معاون پلیس شخصا داره دنبال تک تک ما میگرده. انگار این بچه ها به پلیس زنگ زدن. ریتویک آروم باش، دارم میان. نگران نباش. الو بله. من بهت هشدار دادم که با من بازی نکنی ولی پلیس رو خبر کردی. ما به هیچ کی چیزی نگفتیم. تو چی داری میگی؟ ما جایی که تو گفتی اومدیم. نه به پلیس خبر دادیم نه به ببین باهوش بازی در نیار. اسم دوستش چی بود؟ پالاک. پالاک. میبینه که اتفاقی براش میفته. ببین گوش کن. ما اصلا به پلیس هیچی نگفتیم. اصلا آنتن نداشتیم. ما داریم همون کاری رو میکنیم که بهمون گفتی. ببین اصلا مبلغ 2 برابر میکنم. هر کاری که بخوای برات میکنم. باور کن از حرفم بر نمیگردم. هر چی بخوای برات انجام میدم. بهت قول میدم که هیچ دروغی تو کارم نیست. ساکت شو. تو به وعده ها عمل نکردی. برای همین دختر سالم بر نمیگرده. ولی باقی مونده‌شو بهت میدم. خواهش میکنم اذیتش نکن. هر کاری بخوای میکنم. خواهش میکنم گوش کن. هر چی بخوای. عشق عزیزت اشتباه کردی. به جای اینکه نجاتت بده رفته پلیس رو خبر کرده. برای همین تو مجازات میشی. این تقصیر اونه. شو. پالاک. هرچی جوق دادم کنی فایده نداره چون دیگه مرگت فرا رسیده. الو. چی شده؟ صدای جیغ شنیدم. همین؟ جیغ زد و بعدشم ساکت شد. چی شده؟ چرا داری داد میزنی؟ اون دخترها منو زدن و فرار کردن. نمیدونم کجا رفتن. داره میگه دخترها فرار کردن. تو وایستادی؟ احمقا شما پنجره رو باز گذاشتین. اگه اونا بفهمن اونا رو از دست میدی. هیچی هم گیرمون نمیاد. اون 4 تا رو پیدا کنید. و همشونو میکشم و بهشون بازی کردن رو نشون میدم. چرا وایستادین؟ برین. روحید الان باید چیکار کنیم؟ تو بهم بگو. چرا جواب نمیدین؟ آشغال جواب بده. جواب بده دیگه. چرا جوابمو نمیدین؟ ببین چی کار کردی؟ احمق چرا تلفن انداختی؟ الان چطوری بهش زنگ بزنیم؟ بگو چطوری؟ کنترلم از دست دادم. پالاک تو خوبی؟ خوبم. زود باش. یالا بجنبید. بجنبید. حالت خوبه؟ آره شیتا، ولی ما باید جلوی روحیتو ریتویکو بگیریم و بگیم فرار کردیم. بلند شو. زود باش. ما باید به هر طریقی بهشون برسیم. حتی چراغام خراب شده. همه جا رو بگردید. اونجا. ها؟
چرا موبایلت خاموشه هان؟ آخه موبایلم افتاد تو جا. ولی ما همه پولا رو با خودمون آوردیم. اینجاست. یالا سری برید. زود باشین. بجام بیاین. یالا سری حرکت کنید. صبر چین. نقشه احمقانه‌ای بود که این همه راهو بیاییم انبار. این اصلا منطقی نیست. مهم اینه که سالم باشن. یعنی چی؟ بدون اینکه چیزی بگن رفتن؟ وسایل و ماشیناشونو گذاشتن و یهو از اینجا غیب شدن. توی 2 تا اتاق بودن، یه دونه برای دخترها و یه دونه برای پسرا. ولی پسرا یکم استرس داشتن. شیتا یه راه اونجاست. زود باش سری بیا بریم. آره بریم. شیتا بالاخره یه آدم دیگه اینجا دیدیم. بیا بریم ازشون تلفن بگیریم و بریم میتونید بگیم که فرار کردیم. زود باش بیا بریم. همه چی رو به راه؟ انگار خراب شده. صندوقشو بزن بالا. باشه. پالاک عجله کن. قایم شو. اونا داشتن دنبالمون میگشتن. حالا باید چی کار کنیم؟ باید صبر کنیم تا اونا برن. دارن میرن. روحیت بود. داری چی کار میکنی؟ ساکت باش. الان ما رو میبینن و میگیرنمون. دیگه نمیتونی فرار کنی. ولی ما باید به پلیس خبر بدیم. یعنی به زمان رسیدن پلیس اگه اتفاقی واسه ریتویک بیفته چی؟ و همینطور روحیت چی به دست میاری؟ خب چی کار باید بکنیم؟ تو به هم بگو ها. ما الان میریم اونجا ولی با نقشه درست حسابی باید کمکشون کنی. بیا. چجوری راهو گم کردین؟ ما خیلی وقت رسیدیم خونه. واقعا نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. آنایا امیدوارم چیزی که داری میگی درست باشه. چیزی رو که پنهون نکردی. خانوادت خیلی عصبانی‌ان. نه چیو میخوام پنهون کنم؟ برعکس من با ریتویک حرف زدم. خیالم از بابتشون راحته. اونا برمیگردن. فقط اینکه روحیت یکم نگرانه و نمیتونه تصور کنه که به پولش مامان و بابا بعد از اینکه برگرده چیه. ولی خب نگران نباشین. من برمیگردم و باشون حرف میزنم. باشه میبینمتون. راه بیاین. بریم پایین. کیفو بده من. یالا بیا پایین. زودتر حرکت کنین. زود باشین بریم تو. بالاخره تشریف آوردین؟ ها؟ اگه شماها قهرمان فیلمید بذارید نقشمو توی داستان بهتون بگم. من آدم بدم. پولا رو آوردین؟ آره. ولی دخترها کجا؟ پالاک و شیتا. اول پولا رو تحویل بده بعدم دخترها رو بگیر. ببین ما کاریو که خواستی انجام دادیم. ما خلاف خاصت عمل نکردیم. پولا هم به همونه. پس برو دخترها رو بیار لطفاً. قطعا اونا داخله. آره. شیتا گوش کن. من برق و قطع میکنم. تو برو داخل. من میتونم پولا رو به زور ازتون بگیرم. ولی ما با هم قرار گذاشتیم. من این پولا رو بهت میدم. ولی اول باید مطمئن بشیم که حال پالاک و شیتا خوبه. انگار دارن میان.
3 نفر بیرونم. چی کار باید بکنم؟ دخترها کجان؟ چی کارشون کردی؟ کجان؟ بگو. شیتا پالک. روحیت سایت نرو. روحیت تکون نخور وایسا. ای تو ببینم. آروم. دوستت کجا رفت؟ فرار کرد. فرار کرد؟ آره فقط یه دقیقه وایسا. بیا ببینم. بیا بالا. خواهش میکنم گوش کنید. آقا این دختره رو گرفتیم. ولم کن. شیتا تو اینجایی؟ پالک عزیزم من اینجا. پس اینجوریه شیتا نامزدته. شیتا پالک شیتا بگو پالک کجاست؟ چرا داری از اون میپرسی؟ بهتر نیست از من بپرسی؟ چون عشقت گولمون زد و فرار کرد. فرار کرد؟ یعنی چی فرار کرد؟ با پالک چی کار کردی؟ اگه میخوای بدونی پولا رو بده. اول بگو پالک کجاست؟ دارم میگم پولا رو بده به من. بدش. اول بگو پالک کجاست؟ اگه من اول پولا رو بدم دیگه بهم نمیگی اون کجاست. بهم بگو پالک کجاه. نمیخوام. اول بگو پالک کجاست. ریتویک کیفو بده بهش. تا پالک رو نبینم پولو بهت نمیدم. ریتویک کیفو بهش بده. حالا پالک خوبه نگران نباش. یعنی چی خوبه؟ اون داره میگه فرار کرد. آخ ایسا الان نشونتون میدم. گوش کنید. بچه به نظر میرسید و نمیفهمید این فیلم نیست و برای اینکه باور کنید ببین الان با عشقت چی کار میکنم. جلوی چش خودت میکشمش. ببینم تو دوستش داری یا نه؟ هر کاری برای نجاتش انجام میدی نه؟ ببینم جونش برات ارزش داره؟ ها؟ هر چی تو بخوای. هر کاری که بگی میکنم. آفرین حالا شدی پسر حرف گوش کن. خب ما پولا رو گرفتیم ولی این خوشگله باید با ما بیاد. بگیرینش. من هر کاری بخوای براش میکنم. بابا را بیا. کجا میخواستی ببری؟ اگه تو فنگاشونو بندازم. بندازین. روحیت شیتا از اینجا برید. چیه مگه دیوونه شدی؟ مگه میشه ولتون کنیم؟ روحیت دارم میگم برو. امکان نداره. نه ما نمیریم. مگه با شما نیستم. میگم از اینجا برید. پالک ریتویک نه. روحیت روحیت صبر کن یه لحظه بهم گوش کن. ما نمیتونیم اونا رو تنها بذاریم. بیا از اینجا بریم و براشون کمک بیاریم. بیا آقا وایسین. اگه کرین همتون برید عقب. کاری میکنم که پشیمون شی کثافت. پالک از اینجا برو دیگه. نه نمیتونم برم. پالک دارم بهت میگم با روحیت و شیتا برو. نمیتونم ولت کنم و برم. پالک نگران من نباش. من چیزیم نمیشه. خواهش میکنم برو. نه پالک چرا داری لجبازی میکنی؟ مگه وضعمون رو نمیبینی؟ خواهش میکنم از اینجا برو. پالک بهت قول میدم که برگردم. خواهش میکنم که ولش کن ازش دور شو مگه نمیکشمش. چرا همینجوری وایسادین؟ برین دنبال اون دختر و پسره. و تو نظرت چیه زرنگ بازی رو بذاری کنار؟ شما دوتا هنوز دست منی. فکر کردی دارم باهاتون بازی میکنم؟ ها؟ چیه نمیخوای بفهمی؟ میخوای مرده ببینیش؟ نه خواهش میکنم. من که بهت گفتم هر کاری بخوای برات انجام میدم. برای همین به پلیس زنگ زدی آره؟ من به کسی زنگ نزدم. فقط میخواستم که به تو برسم همین. تازه اگه پلیس رو خبر کرده بودم چرا باید با خودم پول بیارم؟ ولی تو به پلیسا گفتی نه؟ ببین
اون دختر پسری که فرار کردن داشتن پنهونی ازدواج میکردن. حتما خانواده‌هاشون چون گم شده بودن به پلیس خبر دادن. من چیزی نگفتم. ببین خواهش میکنم ولش کن بره. گوش کن، مگه تو پول بیشتری نمیخوای؟ من بهت میدم، فقط ولش کن بره. هر چقدر پول بخوای من بهت میدم، اصلا 2 برابر میدم. اصلا ببین این پولو هم بیا بگیر. هر چیزی که دارم همش اینجاست. ببین این کارتمه، اینم کیف پر پولمه. بده من. همش بده من. خواهش میکنم بذارم بره. اصلا ماشینم کنار اولین هتل پارکه، میتونی اونم ببری. نزدیک 5-6 میلیون میارزه. بس دیگه ساکت شو. چرا هنوز کیف و دستت گرفتی؟ پولا رو بشمار. ببین پولای بیشتری بهت میدم، فقط خواهش میکنم بذار بره. آخه اون به چه دردت میخوره؟ چیتا زود باش، باید از کسی کمک بگیریم. عجله کن. زود باش. بدون هیچ اشتباهی بشمار. میفهمی چی میگم؟ آقا ببین کارت آبربانک داره. نکنه خونوادت تو جنگل دستگاه آبربانک زدن. اونو ولش کن، لامون میده. آقا من الان هر چی پول خواستی و هر چی داشتم بهت دادم، کارتام و همه چی. الان میتونیم بریم؟ یعنی بازم پول میخوای؟ درسته همشونو گرفتم، ولی هنوز یه چیز با ارزشی هست که میخوام. اون چیه؟ من هر چی داشتم بهت دادم. دستاتو نگاه کن، هنوز 1 ساعت مونده، بدش. به چی داری فکر میکنی؟ یالا بدش به من. از امروز به شرکت میپیوندی و امروز خیلی روز مهمیه برای تو و شرکت. الان من یک کادوی خیلی خوب و مهم برات دارم. بابا این ساعت و وقتی برای اولین بار ترفیع گرفتم با حقوقم خریدم. خب و از حالا به بعد این مال تو میشه. مطمئنی؟ ببین این ساعت برای من خوشیوم بوده و امیدوارم برای تو هم باشه. خوب مراقبش باش. مراقبش باشم؟ هر اتفاقی بیفته درش نمیارم. همیشه تو دستت میدیدمش و دوست داشتم داشته باشم. اینقدر هیجان زدم که نمیتونم ببندم. ممنون بابا، این بهترین هدیه زندگیمه. داداش یه لحظه بهم گوش کن. این ساعتو بابام به محض شروع کردن کارم بهم داده و اونا با اولین حقوقش خریده. این ساعت اصلا ارزش مادی خاصی نداره، واسه همین خواهش میکنم که ازم نگیری. آخه به چه دردت میخوره؟ ازم نخواه. خب تو میدونی وقتی من کارمو شروع کردم بابام بهم چی داد؟ بهم تیر و اسلحه داد. میخوای امتحانش کنی؟ میخوای زنده بمونی یا نه؟ ساعتو بهم بده ببینم. من نمیدم، حتی اگه به قیمت زندگیم تموم بشه بهت نمیدم. من دارم بهت توضیح میدم که چرا نمیتونم ساعتو بهت بدم و تو نمیفهمی. تازه هرچی که پول خواستی که بهت دادم. یه ماشین الان دارم که اونم برو بردار خیالتو راحت کنه. ببین زرنگ، انگار گوشت خوب کار نمیکنه. اگه نگران زندگیت نیستی یا برات ساعتت مهمتره، عشقت چی میشه؟ اونم برات ارزشی نداره؟ میخوای الان با کاشمش؟ وقتی رسیدی با صدای بلند صداش میکردی. چی شده؟ الان دیگه برات مهم نیست؟ خب تو چه جوری فهمیدی که پالاک و شیتا رو دزدیدن؟ آقا من اطلاعات زیادی ندارم. ما این خبر از یک کشاورز توی جنگل شنیدیم و بچه هم رفتن که اون دختر رو نجات بدن.
الان چیکار کنیم؟ میدونی چیه؟ باید این حرفا رو سریع به پلیس بگیم. اما نه به پلیس نگیم. ببین حتما یه دلیلی داره که ریتویک و روحیت نگفتن. آنا یا باید یه کاری کنیم، نمیتونیم اینجوری آره ولش کنیم. پلیس نگین چون ممکنه تو دردسر بیفتن. منظورت چیه؟ خواهش میکنم درش بیار. بذارم بره. اول بگو ولش کنم. ولش کنی. برید دیگه، کارمون باهاتون تموم شد. چی شده؟ روحی چی شده؟ چی کار داری میکنی؟ فقط یه لحظه دارم به آنا یه زنگ میزنم. الان به پلیس زنگ میزنم چون مسئله خطرناک شده. الو آنی؟ بچه ها روحیت داره زنگ میزنه. الان میزنم رو اسپیکر. الو روحیت حالت خوبه؟ خوبی. خدا رو شکر که خوبی. ریتویک کجاست؟ حال اون چطوره؟ ببین من و آمان و ریوا اومدیم هتل، گفتن که شما رو دزدیدن. بگو چی شده؟ من و شیتا از اونجا فرار کردیم ولی ریکی و پالاکیش اونن و زندگیشون تو خطره. ببین رویت، من یک کم پیش میخواستم به پلیس زنگ بزنم. آمان نه به پلیس نگید. اصلا این کارو نکنید. چون اگه به پلیس زنگ بزنید اونا ریکی و پالاکو میکشن. چه اتفاقی داره میفته؟ یه نقشه دارم که بتونیم نجاتشون بدیم. یه نقشه مطمئن. فقط بگو کجایی که بیایم پیشت. باید با هم باشیم. نقشه چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ بعدم میفهمی. تو نباید ساعتتو به خاطر من بهش میدادی. بعدا حرف میزنیم. الان فقط برو. صبر کن بچه. مگه میشه آقای نونو ول کنیم بره؟ تو پسر یه میلیونری. ما راضی نیستیم که تو بری. چرا ما رو با این ساعت و این چیزایی به درد نخور مسخره کردی؟ تو چیزایی به درد نخور به همون دادی. میتونستی چندین برابره اینا رو به هم بدی. بیاریدش اینجا. بگیریدش، نذارین در بگیر. یالا برگرد، تو خیلی میارزی. بیا. اگه میشه پسر آدم معروفی مثل این باشی و به جای تو این دخترها رو گروگان بگیریم. این نقشه خیلی احمقانه ای بود. ببینم بابات برای زندگی چقدر میده. آقا خواهش میکنم ولش کن دیگه. اون هرچی که داشت بهتون داد. خواهش میکنم بذارید بره. حق با تو. بابام حاضره میلیون ها روپیه به خاطرم بده. بذار من پیشت بمونم ولی اون بره. من امکان نداره ولت کنم و برم، فهمیدی؟ خواهش میکنم بذارید بره. خواهش میکنم. نظرت چیه که خفشی؟ حرفی که زد درسته. ما تازه شروع کردیم. میرا منم خیلی نگرانم. نمیدونم بچه ها کجان. ریتویک داره میگه اونا ازدواج نمیکنن ولی من فکر میکنم اونا ازدواج کردن و اون همینطوری داره دروغ میگه. میرا اونا پنهونی ازدواج کردن. پسر آبروی ما رو برده. باشه تو یکم آروم باش. مامتا چی کار کنیم؟ از دیروز همینطوریه. حتی فشارش هم بالا رفته. الان کدوممون نگران نیست؟ بچه ها غیب شدن و ما نمیدونیم کجان و چی شده. منم خیلی نگرانشونم. تلفنم جواب نمیدن. درسته منم دارم همینو بهش میگم ولی گوش نمیده. چی میخوای بهم بگی؟ دستاتو میبوسم ولی خواهشاً دیگه هیچی نگو. چیزی که داره منو میکشه اینه که ریتویکی که قرار بود دامادم بشه الان روبروی خانواده زنش وایساده. این رفتار اصلا درست نیست. باید با ویجی صحبت کنم. آروم باش. خواهر میرا، ریتویک کار بدی انجام نداده. کار روحیت برنامه ریزی شده بود. ریتویک رفت جلوشو بگیره. مامتا اصلا وقت این حرفا نیست. شما نگران بچه ها. آقای مالهوترا هر لحظه ممکنه با تیمش برسه اینجا. من چیزی جز این که بچه هم سالم باشن نمیخوام. ببین مگه تو پول زیادی از بابام نمیخوای؟ خب بذار این دختر بره تا برات بیاره. نه میشه بفهمم منتظر چی هستی؟ بذارم بره و از بابام برات پول بیاره دیگه. اگه واقعا میخوای خب بذار بره. نه من نمیرم.
گوش کنید چی میگم. اگه همینجوری به جر و بحث ادامه بدین نقشه منو به هم میریزید. برای همین دختر خانم تو از اینجا برو باشه و حواست باشه به پلیس چیزی نگی وگرنه عشق پولدار تو همینجا دفنش میکنم. نه من ولت نمیکنم. من تنها نمیرم و تو رو اینجا تنها نمیذارم. چرا مثل بچه‌ها رفتار میکنی؟ بس دیگه از اینجا برو. تو به دردمون نمیخوری. همین پسر پولداره بسه. نه میگن اگه یه سکه رو توی چاه بندازی آرزو برآورده میشه. خدایا آرزو میکنم حال پالک خوب باشه. خواهش میکنم. بذار پیشت بمونم و اون بره. من تنها نمیرم و تو رو اینجا تنها نمیذارم. میدونی از بین همه بچه ها بیشتر نگران ریتویکم. ولی ریتویک از همشون قوی تره. درسته اون قویه ولی قدرتش برای خودش نیست. کسایی که برای دیگران قویان یادشون میره برای خودشون قوی باشن. اونا درد دیگران رو میبینن و درد خودشون یادشون میره. در نهایت این درد و حق خودشون میبینن. همون عروسی ریوا همه موافق عروسیش بودن. حتی ریوا بدون هیچ بحثی موافق بود. فقط ریتویک موافق نبود. ولی فقط توی خودش ریخت و هیچی نگفت. به خاطر بقیه خودشو راضی کرد. قطعاً این اذیتش کرده. حتی این دختر پالاکو ببین. اون توی این مشکلم باهاش بود و همین کارو داره ادامه میده. به خاطر یه نفر دیگه داره خودشو به آب و آتیش میزنه. این مشکل ریتویکه. قهوه‌تون تلخ همونطور که دوست داری؟ ممنون. خوبه؟ آره عالیه. خوبه. بله عمه. مامان این چه کاری بود کردی؟
مگه نگفتم که به پلیس نگی؟ چی کار میتونستم بکنم؟ عمو بیور به کاراگاه زنگ زده، ازشون خواست دنبالت بگردن. تازه چه انتظاری داشتی؟ مثلا پسرش گم شده. اون میخواست پیدام کنه چون فکر میکرد که میخوام ازدواج کنم. قضیه ای گروگانگیری هم نمیدونست. میدونی زندگی پالاکوریکی تو خطره؟ اونا دستشون با پلیس محلی توی یک کاسه است. اگه بفهمن که پلیس دنبالشونه به ریتویک و پالاک رحم نمیکنن. حتی اگه اونا دستشون با پلیس محلی توی کاسه باشه، اینایی که ما میشناسیم گنده ترن، چون همکار کارگاه پلیس دوستم و بهش اعتماد دارم. اون قضیه رو به عهده میگیره. برای همین نگران نباشین، چون اتفاقی برای ریتویک و پالاک نمیفته، بهتون قول میدم. اینجا چی کار میکنی؟ برو پولا رو بیار. نه من نمیتونم برم. برو پولا رو بیار وگرنه همینجا میکشمت. خواهش میکنم برو. یه لحظه صبر کن. پالاک برو دیگه. نمیتونم برم و ولت کنم. خواهش میکنم عصبی نشو. همین الان میره. تو یکم آروم باش. الان حتما میره. پالاک پاشو دیگه. خط گوش کن. دو تا ماشین پلیس داره میان سمت جنگل. نیروی کمکی هم همراهش. آقا پلیس داره میاد. لعنت بهت. نجام دیگه زود باشی. یالا سریع. برو بایستادین شب رو بیاری. زود. گفتی به کسی نگفتی. داشتی به هم دروغ میگفتی. ببرینه. آره عمه باشه بعدم باهات حرف میزنم. آره خانم میرا بودش. مامان راستش احساس میکنم که عمو داره زیاده روی میکنه. ما هم نگرانه روحی تو ریتویک هستیم، ولی خب عمو جوری رفتار میکنه که انگار برای ما مهم نیست. خواهش میکنم باهاش صحبت کنید، چون ممکنه ریتویک و مقصر این داستان بدونن. سانچی من میدونم چی داره میگه، ولی من از توضیح دادن بهش خسته شدم، چون اصلا گوشش بده کار نیست. بعدشم اون همیشه تو زندگیش عصبی بوده. من فکر میکنم خانواده عمو از قصد این کارو میکنن. چی میخوای بگی؟ مامان تو میدونی که موقعیت بابا همیشه بهتر از موقعیت عمو بوده. فقط این نیست، تازه ریتویک همیشه بهتر از روحیت بوده. شاید بابا روحیت و ریتویک اصلا به این فکر نکرده باشن، ولی مامان عمو اینجوری فکر میکنه. برای همین اون الان داره سعی میکنه به ریتویک توهین کنه و دنبال نقطه ضعفاش میگرده و اونا ریتویک و مقصر میدونن. ببین یه رابطه قدیمی بین ماست. آنایا اینجوری فکر نمیکنه. روحیت هم اینجوری نیست. میرام انسان خوبیه. میدونی میفهمم چی میخوای بگی مامان، ولی موضوع فراموش کن. دخترم من نگران ریتویکم. اون هیچ وقت اینجوری نبود. هر وقت هر جا میرفت خبر میداد، اقلا زنگ میزد، ولی این بار به هیچ کس چیزی نگفته. امیدوارم سالم برگرده. من که خیلی براش نگرانم. برمیگرده مامان. ریتویک سالم برمیگرده. همه میگن مامتا خیلی خوشبینه، همیشه به خیر امیدواره، ولی نمیدونم چم شده. احساس عجیبی دارم، انگار که یه اتفاق بدی افتاده. همه چی میخواد تغییر کنه.